خب امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به روش واژیلانجلو. بله. روشی که ادعا می‌کنه میتونه جوانسازی واژن انجام بده. اما خب سوالای خیلی جدی در مورد پایه و اساس علمی و اخلاقیش وجود داره. دقیقاً همینطوره. می‌خوایم ببینیم پشت این ادعاها واقعاً چه خبره. بله. موضوع خیلی حساسیه. چون دقیقاً می‌خوره به نقطه تلاقی سلامت زنان، نوآوری‌های پزشکی و خب بحث‌های خیلی مهم اخلاقی. خب پس بیایید صاف بریم سر اصل مطلب. انگار بزرگترین چالش این روش اینه که شواهد علمی معتبر خیلی کمه برای اینکه ادعاهاش رو پشتیبانی کنه. بله دقیقاً همینطوره. ضعف اصلی همینه. ببینید این روش رو به عنوان یه چیز خیلی انقلابی جا میزنن. میگن با بخیه‌های داخلی زاویه طبیعی واژن رو برمیگردونن و با تزریق PRP یعنی پلاسمای غنی از پلاکت حساسیت رو بالا میبرن و بافت رو هم بازسازی میکنن. خب اما وقتی دنبال مطالعات معتبر و داوری شده یعنی پیر ریویود میگردی که این مکانیزم‌ها یا نتایج رو تایید کنه، تقریباً هیچی پیدا نمی‌کنی. یعنی خیلی کمه. ولی اونها از رضایت بالای 77% حرف میزنن. اگه مطالعه معتبری نیست این عدد از کجا اومده پس؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید این عدد بیشتر بر اساس گزارش‌های فردیه. یعنی تبلیغاتیه که روی وبسایت خودشون و از قول بعضی بیماران نقل میشه. پس مبنای علمی نداره؟ نه، هیچ خبری از ابزارهای استاندارد و معتبر برای سنجش رضایت یا مثلا عملکرد جنسی مثل پرسشنامه FSFI که شاخص عملکرد جنسی زنانه نیست. هیچ کارآزمایش تصادفی کنترل شده یعنی RCT که اساس پزشکی مبتنی بر شواهده وجود نداره. عجب. داده‌های ایمنی بلند مدت مثلا بیشتر از چند ماه یا معیارهای عینی برای سنجش نتیجه هم خب در دست نیست. پس یعنی کل ماجرا یه جورایی رو هواست؟ دقیقاً. و این خب با اصول اولیه پزشکی مدرن و حق بیمار برای چیزی که بهش میگیم رضایت آگاهانه کاملا در تضاده. در مورد PRP چی؟ بعضی جاها به یه جور ابهام بیولوژیکی اشاره شده بود. این یعنی چی دقیقاً؟ منظور اینه که اصلا مشخص نیست تزریق PRP توی بافت واژن ببینید دقیقاً چه تأثیری داره. آیا اصلا تأثیر مثبتی روی حساسیت داره یا نه؟ یعنی شواهدی نیست؟ هیچ شواهد بافتی مشخصی در این مورد ما نداریم. از طرف دیگه غلظت فاکتورهای رشد توی PRP که از هر فرد گرفته میشه میتونه خیلی متفاوت باشه. خیلی. و پروتکل‌های تزریق هم استاندارد نیستن. انگار یه جوری نریم خب یه ماده نامشخص رو به شکلی نامشخص تزریق می‌کنیم و امیدواریم که اتفاق خوبی بیفته. عجب. این کاملا برعکس روش‌های جا افتاده‌تری مثل لیزر یا مثلا فرکانس رادیویی که ما مدارک علمی داریم که نشون میده چطور باعث ساخت کلاژن میشن. پس با این اوصاف انگار این روش بیشتر شبیه یه فرضیه است تا یه درمان اثبات شده، درسته؟ دقیقاً. حرف منم همینه. در بهترین حالت یه روش تجربیه که هنوز راه خیلی زیادی تا اثبات علمی داره. فروختن اون به عنوان یه راه حل قطعی خب خیلی جای سوال داره. خب حالا اگه بخوایم این وضعیت رو بهتر کنیم چه کار مشخصی باید انجام بشه؟ یعنی پیشنهاد چیه؟ ببینید پیشنهاد اصلی و خب منطقی اینه که قبل از اینکه این روش انقدر تبلیغ بشه و ترویج بشه باید یه صحت سنجی علمی دقیق روش انجام بشه. درسته. و نتایجش هر چی که هست خوب یا بد به صورت شفاف منتشر بشه. یعنی علم باید اولویت داشته باشه نه بازاریابی. چه جور صحت سنجی؟ میشه چند تا مثال عملی زد که چطور میشه این کارو کرد؟ حتما. قدم اول اینه که کارآزمایی‌های تصادفی کنترل شده یا همون RCT انجام بشه. خب. یعنی باید واژیلانجلو رو با دارونما یعنی شم پروسیجر یا با درمان‌های استاندارد فعلی مثل فیزیوتراپی کف لگن مقایسه کنیم. ببینیم واقعا اثر بیشتری داره یا نه. بعد نتایج این تحقیقات باید توی مجلات علمی معتبر که داوری همتا دارن یعنی پیر ریویو منتشر بشه، نه فقط روی وبسایت خود شرکت سازنده. درسته که اعتبار داشته باشه. دقیقاً. باید از معیارهای استاندارد و شناخته شده مثل همون FSFI برای ارزیابی نتایج استفاده کنن و خیلی مهمه که پروتکل‌های آماده سازی و تزریق PRP استاندارد بشن. بله. و مشخصاً برای بافت واژن و افزایش حساسیت کاراییشون اثبات بشه. تا این کارها انجام نشده هر ادعایی بیشتر شبیه تبلیغاته تا واقعیت علمی. خب پس نبود شواهد علمی محکم یه طرف ماجراست، اما معمولاً وقتی شواهد کمه نگرانی در مورد خطرات و عوارض هم بالا میره. نکته بعدی همینه. خطرات نامشخص و اون بازاریابی گمراه کننده چطور رضایت آگاهانه بیمار رو میبره زیر سوال. این دقیقاً یعنی قلب نگرانی ماست. ضعف کار اینجاست که ما اصلا نمیدونیم پروفایل خطر واقعی واژیلانجلو چیه. یعنی هیچ اطلاعاتی نیست. ببینید این رو مقایسه کنید با جراحی‌های سنتی مثل واژینوپلاستی یا پرینیوپلاستی که خب ده‌هاست انجام میشن و ما آمار دقیقی از عوارض احتمالیشون داریم. مثلا میدونیم خطر تنگی واژن توی 5 سال حدود 5 تا 15%. اما برای واژیلانجلو چنین داده‌هایی اصلا وجود نداره، کاملا مبهمه و تعریف نشده است. یعنی رسما نمیدونیم چه خطراتی بیمار رو تهدید میکنه. خطرات تئوریک که وجود داره بله، اون بخیه‌های داخلی ممکنه به ساختارهای حساس عصبی و عروقی آسیب بزنن، خدای نکرده، یا حتی به مجرای ادرار و مثانه آسیب بزنن و باعث درد مزمن موقع نزدیکی یا مشکلات ادراری بشن. تزریق PRP هم ریسک عفونت، ایجاد بافت جوشگاه یعنی اسکار یا درد رو داره. خب پس ریسکاش کم نیست بالقوه. بله، مشکل اینه که ما هیچ داده معتبر و منتشر شده‌ای در مورد میزان واقعی این خطرات در این کاربرد خاص نداریم. به خصوص در دراز مدت، مثلا بیشتر از 6 ماه، هیچی نمیدونیم. جالبه که یکی از ادعاهای اصلیشون اینه که این روش دوره نقاهت نداره یا به قول خودشون نو داون تایم هست. این چقدر واقعیت داره؟ این دقیقاً یه نمونه کلاسیک از بازاریابی گمراه کننده است. ببینید در حالی که توی تبلیغات ممکنه این حسو بدن که فرداش میتونید برید سر کار و زندگی عادی. بله معمولاً همینو میگن. ولی توی راهنماهای بالینی همین روش توصیه شده که بیمار 3 تا 4 هفته از رابطه جنسی پرهیز کنه. خب این زمان کمی نیست. 3 تا 4 هفته؟ بله، خب این تقریباً مشابه محدودیت‌هایی که بعد از جراحی‌های سنتی وجود داره. پس اون ادعای بدون دوره نقاهت خیلی دقیق نیست به نظر من. و اگه خدای نکرده عارضه‌ای پیش بیاد برنامه‌ای برای مدیریتش هست؟ مثلا اگه بخیا مشکل ساز بشن یا عفونت ایجاد بشه. این هم یکی دیگه از نقاط ضعف خیلی جدیه. ببینید هیچ پروتکل یا الگوریتم مشخص و استانداردی برای مدیریت عوارض احتمالی مثل باز شدن یا فرسایش بخیه‌ها یا واکنش بافتی به PRP که بهش میگن گرانولوم وجود نداره. یعنی معلوم نیست بعد چی کار کرد.
نه، باز مقایسه کنید با جراحی سنتی که ما پروتکل‌های درمانی مشخصی برای عفونت محل عمل داریم که میدونیم شیوعش مثلا 3 تا 8%، یا برای تنگی واژن که گفتیم 5 تا 15%، یا درد موقع نزدیکی که 10 تا 20%. پروتکل مشخص داریم، ولی اینجا نه. این وضعیت باعث میشه چیزی که بهش میگن عدم تعارض در رضایت آگاهانه به وجود بیاد. عدم تعارض در رضایت آگاهانه این یعنی چی دقیقاً؟ یعنی بیمار اطلاعات کافی برای مقایسه واقعی خطرات و فواید این روش با روش‌های استاندارد رو نداره. یه طرف یعنی پزشک یا کلینیک اطلاعاتی داره هرچند ناقص، بله. و طرف دیگه یعنی بیمار تقریبا هیچی نمیدونه و نمیتونه آگاهانه تصمیم بگیره که آیا این روش واقعا براش بهتر از گزینه‌های دیگه هست یا نه. یه عدم توازن اطلاعاتی وجود داره. خب با این حساب چه راه حلی برای این مشکل شفافیت و رضایت آگاهانه وجود داره؟ راه حل اصلی ببینید شفافیت و باز هم شفافیت. باید در مورد تمام خطرات شناخته شده و مخصوصا ناشناخته و همچنین فقدان داده‌های بلند مدت با بیمار کاملا صادق بود. یعنی نگن همه چی عالیه. دقیقاً. اطلاعات در مورد دوره نقاهت واقعی هم باید دقیق و بدون بزرگنمایی داده بشه. اینها برای اینکه بیمار بتونه واقعا آگاهانه رضایت بده کاملا ضروریه. چطور میشه این شفافیت رو در عمل پیاده کرد؟ مثال عملیش چیه؟ خیلی ساده. توی تمام بروشورها، وبسایت‌ها و خیلی مهمتر فرم‌های رضایتنامه باید به وضوح نوشته بشه که آقا داده‌های ایمنی بلند مدت و نرخ دقیق عوارض این روش هنوز مشخص نیست. خب این خیلی مهمه. بله، باید دوره نقاهت واقعی مثلا همون 3-4 هفته پرهیز جنسی ذکر بشه، نه اون شعارهای تبلیغاتی بدون استراحت. پروتکل‌های مدیریت عوارض احتمالی هم باید قبل از اینکه روش به صورت گسترده استفاده بشه تدوین و منتشر بشن که اگه مشکلی پیش اومد بدونن چیکار کنن. دقیقاً. و خیلی مهمه که یه مقایسه صادقانه و شفاف از ریسک‌ها و فواید این روش با جایگزین‌های معتبر مثل واژینوپلاستی یا پرینیوپلاستی سنتی ارائه بشه. جالبه بدونید طبق آمار خود وبسایت واژیلاجلو رضایت از روش‌های سنتی حدود 95%. عجب. پس چرا این روش جدید رو اینقدر تبلیغ میکنن؟ خب این سوال خوبیه که میرسه به بخش بعدی بحثمون. بله، وقتی میبینیم که هم شواهد علمی کمه و هم خطراتش نامشخصه و بازاریابیش هم ممکنه گمراه کننده باشه، آدم از خودش میپرسه چطور اصلا این روش اینقدر تونسته رشد کنه و گسترش پیدا کنه. اینجاست که فکر میکنم میرسیم به بخش سوم بحثمون، نقش اون مدل‌های آموزشی که گفتی غیر اخلاقیان و گردشگری پزشکی کنترل نشده. دقیقاً. و این بخش واقعا نگران کننده است. ضعف اصلی اینجا ببینید مدل‌های آموزشیه. دوره‌های آموزشی فوق‌العاده کوتاه، مثلا 3 روزه، 5 روزه. 3 روزه؟ بله. تحت عنوان پرطمطراق فلوشیپ که اغلب توی کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار میشه و ادعا میکنن که توی همین چند روز پزشک رو برای انجام جراحی‌های پیچیده‌ای مثل واژیناژولونز آماده و تایید صلاحیت میکنن. 3 تا 5 روز برای آموزش یه جراحی پیچیده، این چطور با استانداردهای آموزش جراحی مقایسه میشه اصلا؟ اصلا قابل مقایسه نیست. این دوره‌ها عملاً دارن فلوشیپ‌های جراحی واقعی رو که توی کشورهای پیشرفته مثلا برنامه‌های FES در اروپا 1 تا 2 سال طول میکشه و شامل نظارت دقیق، کار عملی و ارزیابی‌های خیلی سختگیرانه است دور میزنن. یعنی میونبر میزنن؟ دقیقاً. این دوره‌های چند روزه نه برنامه درسی استانداردی دارن، نه ارزیابی صلاحیت معتبری و نه نظارت واقعی. انگار داری گواهینامه رانندگی هواپیما رو توی یه بعد از ظهر میگیری. خب این چه پیامدی برای بیماران داره؟ این وحشتناکه. پیامدش وحشتناکه. این سیستم باعث میشه بیماران آسیب‌پذیر، اغلب زنانی که تازه زایمان کردن یا افرادی با درآمد کمتر در مناطقی مثل بحرین، ناخواسته تبدیل بشن به ماده تمرینی برای پزشکانی که آموزش کافی ندیدن. یعنی روی بیمار تمرین میکنن؟ عملاً همینطوره. این دوره‌ها هزینه‌های بالایی هم دارن، بیشتر از $3000 و کاملاً خارج از چارچوب‌های اعتبار بخشی معتبر پزشکی فعالیت میکنن. یه جور بیزنس پرسوده که با سلامت مردم بازی میکنه. و نقش گردشگری پزشکی یا مدیکال توریسم در این چرخه چیه؟ چطور این وضعیت رو بدتر میکنه؟ گردشگری پزشکی این آتش رو تندتر میکنه. ببینید از یه طرف بیماران از کشورهای دیگه برای انجام این عمل‌های بظاهر ارزان‌تر و خب با استانداردهای پایین‌تر میان. بله. از طرف دیگه بیمارستان‌های دولتی توی کشور مقصد مثلا طبق گزارش‌ها در بحرین سالانه حدود $175,000 فقط هزینه درمان عوارض ناشی از همین گردشگری زیبایی مثل عفونت‌ها و مشکلات ایمپلنت‌ها می‌پردازند. یعنی این بیمارستان‌ها زیر بار هزینه‌های درمان عوارض میمونن. یعنی هزینه رو سیستم درمانی میده. بله. پکیج‌های گردشگری معمولاً شامل مراقبت‌های بعد از عمل جدی نمیشن. بیمار بعد از عمل یه جورایی رها میشه و سود اصلی هم از کشور خارج میشه و به جیب برگزارکننده‌ها توی کشورهای مبدأ مثل ایران، مصر و ترکیه میره. پس یه چرخه معیوبه کاملاً. یه چرخه معیوب و استثماری. این تجاریسازی افراطی چه تأثیری روی اصول اخلاق پزشکی و بحث عدالت در سلامت داره؟ ببینید این مدل سود مالی رو آشکارا به منفعت بالینی بیمار و سلامت عمومی ترجیح میده. این دقیقاً نقض اصول بنیادین اخلاق زیست پزشکیه. مثل چی؟ که با ایجاد یه سیستم درمانی 2 طبقه و فشار به منابع عمومی نقض میشه. سیستم 2 طبقه؟ بله، در واقع یه سیستم بهداشتی 2 طبقه ایجاد میکنه که توی اون پزشکان با صلاحیت مشکوک بیماران آسیب‌پذیر رو جراحی میکنن و بار عوارضش هم روی دوش سیستم بهداشت عمومی میفته. خب با این تصویر خیلی نگران کننده که ترسیم شد، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت وجود داره؟ پیشنهادات مشخص چیه؟ راهکار اصلی 2 بخشه. اول اجرای آموزش‌های دقیق، استاندارد و معتبر به جای این دوره‌های خب چند روزه. بله. دوم تنظیم مقررات جدی و نظارت بر گردشگری پزشکی برای محافظت از بیماران و تضمین عملکرد اخلاقی. میشه چند تا مثال عملی‌تر برای این راهکارها زد؟ چطور میشه اینها رو پیاده کرد؟ حتما.
برای آموزش میشه یه حداقل زمان اجباری برای آموزش تعیین کرد. مثلا بیشتر از 3 ماه مشابه استانداردهای اروپایی مثل فپس. خب اون هم همراه با کار عملی تحت نظارت و امتحانهای عملی معتبر مثل آزمون‌های OSCE و ارائه گزارش عملهای انجام شده یا لاگبوک. باید جلوی این به اصطلاح فلوشیپ‌های غیر استاندارد گرفته بشه. چطوری؟ مثلا ممنوعیت برگزاریشون در سطح منطقه‌ای مثل شورای همکاری خلیج فارس. باید یه رجیستری اجباری برای تمام جراحانی که این نوع عملها رو انجام میدن ایجاد بشه تا صلاحیت‌هاشون قابل پیگیری باشه. و برای گردشگری پزشکی؟ برای گردشگری پزشکی هم میشه بیمه اجباری برای پوشش هزینه عوارض احتمالی رو برای تمام بسته‌های گردشگری پزشکی الزامی کرد. آها، این جالبه. بله، میشه روی سود حاصل از گردشگری پزشکی مالیات بست و درآمدش رو صرف بورسیه‌های آموزشی معتبر یا برنامه‌های عمومی سلامت کف لگن کرد. آیا جایگزینی برای این مدل آموزشی استثماری که گفتید از خارج میان و آموزش میدن و میرن وجود داره؟ راه حل پایدارتری هست؟ بله، ببینید به جای این مدل‌های استثماری باید روی تقویت برنامه‌های آموزش مربی یا ترینر سرمایه‌گذاری کرد. یعنی چی؟ یعنی از طریق همکاری‌های علمی واقعی و پایدار با مراکز معتبر جهانی کاری کنیم که دانش به صورت ریشه‌ای و درست در داخل خود کشورها نهادینه بشه. متخصصان داخلی تربیت بشن که بتونن بقیه رو آموزش بدن. درسته. همچنین شفافیت در تبلیغات خیلی مهمه. باید مراکز درمانی و پزشکان موظف بشن که توی تبلیغاتشون به وضوح مدت زمان آموزش و نوع اعتبار بخشی مدرکشون رو ذکر کنن. مشابه کاری که مثلا عربستان سعودی با استانداردهای SAP SBGMR انجام داده. بسیار خوب. فکر می‌کنم به یه جنبندی خیلی خوب از این بررسی عمیق و انتقادی رسیدیم. اگه بخوایم نکات اصلی رو خیلی سریع مرور کنیم، به 3 تا ضعف عمده اشاره کردیم. بله. اول، فقدان شدید اعتبار و شواهد علمی، دوم، خطرات نامشخص و اون بازاریابی غیر شفاف یا حتی فریبنده، و سوم، اون اکوسیستم آموزشی و گردشگری پزشکی که میتونه خیلی استثماری باشه. دقیقاً. و در مقابل پیشنهادات کلیدی هم روشن بود. اول، مطالبه جدی برای ارائه شواهد علمی قوی مثل RCT ها و داده‌های منتشر شده در مجلات معتبر قبل از اینکه روش ترویج بشه. بله، علم اول. دوم، تضمین شفافیت کامل در مورد خطرات شناخته شده و ناشناخته و ارائه اطلاعات دقیق و واقعی در بازاریابی. و سوم، پیاده‌سازی سیستم‌های آموزشی استاندارد و معتبر همراه با اعتبار بخشی واقعی و خب وضع مقررات اخلاقی و نظارتی قوی به خصوص در حوزه گردشگری پزشکی. و نکته نهایی شاید این باشه که در حوزه سلامت، به خصوص سلامت زنان که خیلی هم حساسه، همیشه باید شواهد علمی بر اجرای بالینی مقدم باشه. حتماً. آموزش کافی بر عمل جراحی و اصول اخلاقی و عدالت بر سود مالی. اون اصل قدیمی پزشکی رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم. اول، آسیب نرسان، یعنی پریموم نان نوسره. دقیقاً. یک جمله از جورج اورول هست که فکر کنم اینجا خیلی بجاست. در زمانه فریب جهانی گفتن حقیقت یک اقدام انقلابی است. جمله تکان دهنده‌ایه. بله. شاید در زمینه ژینکولوژی زیبایی این انقلاب باید از همین امروز شروع بشه، چون تجاری سازی عدم قطعیت نوآوری نیست، اسمش استثماره. از شما که در این بحث همراه ما بودید خیلی سپاسگزاریم. امیدواریم این گفتگو به درک بهتر پیچیدگی‌های روش‌های پزشکی نوظهور و اهمیت پایبندی به استانداردهای علمی و اخلاقی کمک کرده باشه. خواهش می‌کنم. مثل همیشه منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان و دریافت موضوعات یا آثاری که مایلی در برنامه‌های آینده بهشون بپردازیم هستیم.